به نام خدا. خدای را شکر. ماجرای شهر خاروخ، مرکزی ولایت خودمختاری بدخشان هم با یک تفاهم میان نمایندگان مردمی، محلی و نهادهای دولتی پایان یافت و ظاهراً تجمعی اعتراض آمیز این جوانان هم دیگه پایان رسید. البته در این میان این ماجرا قربانی های هم داشت که متاسفانه قربانی ها داشت و ما برای بازماندگان اون کشته شده ها تسلیت عرض میکنیم. برای کسانی که زخمی هستند انشاءالله از خدا میخواهیم که هرچی زودتر آنها بهبود بیابند. من در این برنامه این هفته آنسوی خبرها یک اندک درباره این حادثه، این رخداد و این ماجرا صحبت خواهم کرد. درباره اصلی ماجرا و اینکه علت و سبب روی دادن آن کدام است، چی بوده است، خب هنوز هم با یک قاطعیت نمیتوان چیزی گفت، زیرا روایتی رسمی دولتی از این ماجرا یک گونه است، روایتی شاهدان عینی که در رسانه ها منتشر شد یک گونه دیگر هست. بین اینها تفاوت هایی هست، بنابراین نمیتوان با یک قاطعیت درباره سبب آن چیزی گفت. اما یک مواردی هستند که هر دوی روایت با هم اتفاق نظر دارند. مثلا در این که این حادثه در یک روزی روشن ساعت 11 حدودی ساعت 11 ظهر و در وسط خیابان، زمانی که مردم رفت و آمد داشتند و به کارشون مشغول بودند، این حادثه اتفاق افتاده است. در این مورد خب هر دو روایت همین را می‌گویند. ببینید آنچه در این زمینه الان قابل تذکر و یادآوری است این است: ما دو مسئله داریم. مسئله اول این که خب کسانی که با قاچاق مواد مخدر مشغول هستند، خب اینها هر کی هست باید مجازات شوند، در این شکی نیست. این یک مسئله است. مسئله دیگر چگونگی و کیفیت دستگیری و مجازات اینها است. در مسئله اول ببینید آنچه باید عرض کنم این است: ما هر تاجیکی با شرف، هر تاجیکی که وطنش را دوست می‌دارد، خب شکی ندارد که باید قاچاقچی خب دستگیر شود و مجازات شود. هر کی باشد، در هر کجا از هر منطقه باشد، چه در بدخشان باشد، چه در کولاب باشد، یا در خود شهر دوشنبه باشد، یا در خوجند باشد، خلاصه هر کجا باشد، تعارف که نیست. چون این عمل، یعنی قاچاق مواد مخدر، هم از نظر دینی نکوهیده است، مورد قبول نیست، و هم از نظر عرف و قانون خب این جرم و جنایت است، جرم است، در این شک نیست و هیچ کسی هم تردیدی ندارد. اما مسئله دیگر چگونگی و کیفیت دستگیری قاچاقچیان است. من بیشتر در این باره در این برنامه این هفته صحبت خواهم کرد. ببینید اگر این روایتی رسمی را قبول کنیم، البته هنوز معلوم نیست تا این درست باشد این روایت، چون ببینید اینکه این جوانان واقعا قاچاقچی باشند یا نه، این را که نمیتوان به این آسانی این اتهام را به آنها زد، به دامن آنها. بالاخره اتهام یک دادگاهی گفتند، یک مدارک و اسنادی گفتند، دلیلی گفتند، ادوکاتی گفتند. خب اینها تا آن زمان هیچ اتهامی را نمیتوان زد. حالا برفرض اگر قبول کنیم، برفرض اگر قبول کنیم که این روایت درست است،
راهی دستگیری یک جنایتکار، قاچاقچی مواد مخدر، حالا هر مجرم چگونه است؟ مثلا راه منطقش این است که شما بدون هیچ سر و صدا و معمولا شبانه شما میایید منزلش، خب بدون اینکه کسی بداند و چون هنوز اتهام ثابت نیست با محترمانه اون را خب میگیرید و میبرید به همون بازداشتگاه و باز موردی پروسیجری بازخواست قرار میگیرد. راهش این است و هیچ کی هم خبردار نمیشه. اما در این ماجرای اخیر خب چی شد؟ آیا این کیفیت و این چگونگی دستگیری و این صورت که همه دیدیم آیا این درست بوده؟ خب این یعنی چی؟ تو در روز روشن در وسط خیابان زمانی که مردم مشغول کارشان هستند، رفت و آمد دارند، خب این یک فیلمی هالیوودی مثلا راه اندازی، این یعنی چی آخه؟ ببینید از همون روزهای اول این ماجرا معلوم بود که این عزیزانی که تجمع کردند و اعتراض کردند این نه به خاطری که حالا حمایت از یک جنایتکار این کار دست داده باشند، که معلوم بود که اعتراض اینها به این نوع رفتار این نیروهای انتظامی بود که خب ما هم آدمیم، این یعنی چی؟ آرامیشو به هم بزنی، آسایشو به هم مردم به هم بزنی. این راه درستی نبود. این یعنی چی آخه؟ درست مثل فیلم های هالیوودی. این ظاهرا این عزیزانی ما در نیروهای انتظامی خوب از این فیلم ها شاید زیاد دیده باشند، بیش از حد این فیلم ها رو تماشا کرده باشند، اما خب باید دانست که واقعیت که این نیست. حتی همین کشورهایی که همین فیلم ها رو درست میکنند، خب در این کشورها هم اگر کسی را یک جنایتکار را دستگیر کنند خب کسی هم نمیفهمد. در وسط راه این بازی ها رو که راه نمیاندازد کسی، خب میرن هیچ کسی نمیفهمد، آهسته و خانه‌اش محترمانه او رو مثلا البته با مجوزی دادستان با هم اجازه دادستان میرن و میگیرند و حالا بازخواست و بعد اگر جرمش ثابت شد دادگاهی تشکیل میشه و اون جنایت اتهام ثابت اعلام میشه. متوجه هستید؟ اما این نحوه دستگیری و این چگونگی که ما همه در رسانه ها دیدیم یعنی چی آخه؟ درست مثل یک فیلم ها. این یعنی تو ویدیو هم پخش شد، تصاویرش هم پخش شد تو رسانه ها، صدای توپ تفنگ، آتش، مردم هم حیران از این طرف و آن طرف میدوند مثل یک میدان جنگ. خب این چی آخه؟ این درست نبود. این و مردم هم به حق اعتراض کردن به این کاری که جوانهای شهر خاروخ و کلان بدخشان انجام دادن پس از این حادثه واقعا تحسین آفرین است. با تجمع خود و با اعتراض خود و اون بیانیه‌ای که بعدا نوشتند و کار به اینجا رسید که حالا می‌بینیم این کار به فایده حتی حکومت پایان یافت. ببینید یکی از فایده های این تجمعات اعتراضی، تجمعاتی که مردم انجام میدن، تظاهرات، همینجاست. متوجه هستید؟ یعنی یک عیب، یک اشتباه و یک غلط انجام داده می شود از سوی یک نهاد یا یک منصبدار. مردم که اعتراض کردند این بگوشی همون مسئولهای رده بالایی هم میرسد، اون وقت به خود می آیند. اعتراضی مردمی بدونید مثل اوکال. این اوکال در اولش خوب دردآور است وقتی اوکال میزنید، اما فایدهش این است که تمام اون بیماری ها و مریضی هایی که در بدنتون دارید اونها رو از بدن میبرد، میزداید اونها رو. این در جامعه هم همین است. گاهی جامعه گرفتار بیماری بشود و همین اعتراضات هست، تجمعات هست که یک دفعه خب مثل یک اوکال همه رو به خود میبیارد. مسئولای رده اول میفهمند که در جامعه یک مریضی بوده است و دنبال اصلاح اون میشوند. حالا این بهانه است، این مناسب شد، این مناسبت و من فرصت را غنیمت دارم اینم عرض کنم.
پارلمان باید در این قانونی منع تجمعات و اعتراضاتی که در کشور ما هنوز جاری است، یعنی ممنوع است، در این تجدید نظر کنند. اجازت مردم ما که مردم وحشی نیست. حالا بعضی از این حکومتداران که میگن مردم ما آماده نیست، خب این یک اهانت است. مگر یعنی چی آماده نیستند؟ شما دیدید در همین خاروخ وقتی جمع شدند با راه مسالمت‌آمیز درخواست‌های خود را مطرح کردند، وقتی هم برآورده شد خب همه پراکنده شد رفت منزل خودش. فایده چی شد؟ شما به خود آمدید. اون چند تا منصبدار و جایگاهدار که از این رفتارهای بی‌معنی کرده بود، این فیلمی هالیوودی راه اندازی کرده بود دیگه، خب اینها باید مجازات شوند، باید اینها هشدار داده شود لااقل که دیگر از این غلط‌ها تکرار نکنند. این فایدهش است. حکومت، پارلمان باید در این قانونی منع تظاهرات تجدید نظر اجازتی هست. ببینید من امروز خیلی برنامه رو نمیخوام طولانی کنم. میدونید کدام عمری چی حکومتی دراز است، پایدار است؟ حکومتی که مردمی است. میدونید مردمی یعنی چی؟ مردمی یعنی اینکه تو همیشه گوشت به مردم است، اعتراضی مردم، سر و صدای مردم این به ضرری تو نیست. اگر تو را انتقاد میکنند خب یا بخواهند که بعضی از مسئولانت را جابجایی کنی یا بگیری بعضیش مجازات کنی بعضی از آنها را، این به فایده ای توست. همینها هست که عمری حکومتی تو را طولانی میکند، مستحکمتر میکند، پای بر جایتر میکند، نه اینکه این جایی ترس و هراس باشد. توجه هستید؟ اگر به این عرض میکنم، با تکرار میکنم، این انتقادات مردم، این اعتراضات مردم، تجمعهای مردم، اینها درست مثل یک اوکالند برای این بدنه این جامعه. هشدارند، هشدار از اون مریضی که هست. اما اگر تو با اونها اجازت ندهی با زور، خب یک منظره دروغین درست کنی که همه آرام است و تنج است و هیچ مشکلی نیست. بدونید این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثل یک بعضی مریضی ها هست که اینها دردش احساس نمیشد، انسان یک باره از بین میرد، مثل جزامی ها. باید اجازت داد، باید پارلمان در این قانون تجدید نظر کند. حاکم، همون رئیس دولت هم، رئیس جمهور هم باید اجازت دهد، نترسد، نه هراسد از این. مردمی بودن همین است. توجه هستید؟ یه نکته دیگر هست من در این برنامه در آخر عرض کنم. ببینید به محض وقوع این حادثه، یعنی روی دادن این ماجرا و تجمع مردم، بعضی از تحلیلگران و کارشناسان خب شروع کردن به تحلیل و بررسی و به اینکه آقا این نمیدونم پشت این حادثه کسانی ایستاده اند یا کسانی سوء استفاده خواهند کرد و فلان و بهمان و خب این تحلیل ها آیا درست بود؟ آیا جا داشت؟ این توطئه پنداری ها بعضا مسخره اند. یعنی این حادثه پس و پیش و اینها نیاز نداشت به فرض این پس و پیش. نهادهای انتظامی، چند نیروهای انتظامی یا غلطی کردند، فیلم نشان دادند، خب بعد مردم خب ناراحت شدند، ناراضی شدند و اعتراض کردند. خب این پس و پیش ندارد که. ببینید من اصلا در مورد تحلیل ها ما اول تحلیلگر پیش از اینکه خب مثلا ببینید پرده های سیاسی و پشت و پس و پیش و اینها رو مثلا بیاد و از این روزنه ها نگاه کند، یه بار فرض کند اینها مردمند، انسان که هستی تو بالاخره، تحلیلگری، کارشناسی، هر کسی اول انسانی، در پس و پیش فرضیات تو این حرفای تو مردم ایستادند، مردمی هستند، آدمند، اینها حق و حقوقی دارند، نمیخواهند حقوقشون پایمال شود، نمیخواهند به اونها توهین شود، تحقیر شود، نمیخواهند در وسط روز آسایش و آرامشی اونها به هم زده شود. که آخه نیازی نبود به این فرض
پس و پیش و بالا و پایین و نمیدونم کشورهای خارج و دستهای بیرونه و از این حرفا. یک جا هم خواندم که یکیش گفته است که ببین حالا نمیدونم رفتم پیشی محمد باقر چند روز پیش، بعد نمیدونم مرز افغانستان طالبان آماده ایستاده است، کریم مثلا داره تکرار میشه. کدام کریم آخه؟ آقا مردم به مردم اهانت شد، مردم تجمع کردن. البته خدا را شکر که الحمدلله با خوبی تمام شد. توجه هستید؟ لذا نیازی نیست به این فرض های بی خود. در بعضی موارد جای دارد، یعنی هست، این در این شکی نیست، مثلا تحلیلگر کارش این است، اما خب انسان بودنی خودش هم فراموش نکند که سر و کارش با انسان هاست. من در آخر با این نکته باز هم یک بار دیگه تاکید میکنم که طولانی عمری یک حکومت پای برجایی و ثباتی و این است که مردمی باشد. مردمی بودن هم به این است که تو با آنها آزادی بدی. آزادی دادن به این معنا نیست که تو یعنی عمری خود را کوتاه کرده ای، نه، عمری خود را بیمه کرده ای، دراز کرده ای. وقتی مردم به تو اعتماد کردند تو هم باقی خواهی ماند. اما اگر از آزادی ها آنها را محروم کردی، بر آنها زور گفتی، فشار آوردی، بر دهانشان مهر بستی، میدونی چی میشد؟ یک دفعه مثل همین حادثه های چند سال قبلی که در چند کشوری عربی اتفاق افتاد، مثل یک قذافی که اصلا تو خوابش هم نمی آمد که به این صورت خار و ذلیلانه از بین رود. یا همین بن علی و حسنی مبارک نباید اجازت دهیم که این گونه شود. سلامت باشید.